قدیما شبایی که برای شام خونه خالم دعوت می شدیم، اول می رفتیم دنبال مام بزرگ و آقا جون. این داستانی که دارم میگم مال زمانیه که انقدر کوچیک بودم که تو ماشین رو پای مامانم می نشستم که همه جا بشیم. از در خونه خالم که وارد می شدی بوی مهمونی ایرانی می اومد. اون موقع ها فکر می کردم فقط بوی غذاست و بوی عطر و کلونی که بقیه به خودشون می زدن. بعد که بزرگتر شدم فهمیدم به غیر از زرش پلو با مرغ غذای دیگه هم سر سفره خالم بوده که باعث می شده این عطر خوش غذای ایرانی تو خونش بپیچه. از نظر من هیچ غذایی به اندازه دلمه بوی مهمونی ایرانی نمیده. دلمه از اون غذاهای فوق‌العاده خوش عطر و طعمه اما پرزحمت. و خب خیلی جالبه، من متوجه شدم هر موقع میخوای دلمه درست کنی هر چقدر بخوای کم درست کنی باز زیاد میشه. پس فکر میکنم به خاطر همین بیشتر بر مهمونی‌ها درست میکردن، چون یه دفعه حجم بالایی از غذا میشد و هم کلی میخوردن و عشق میکردن. حالا اصلا چرا گفتم میرفتیم دنبال مام بزرگ آقا جونم؟ به خاطر اینکه موقع برگشت حتی اگر تو ماشین خوابم میبرد وقتی میرسیدیم دم خونهشون بیدار میشدم که از پدر بزرگم خداحافظی کنم، چون همیشه میگفت به هم بوس تلفنی بده. میدونی بوس تلفنی چیه؟ حتما دلمه درست کنین. نوش جونتون.